یه لیوان چای بریزین و بیاین مواظب باشین که مثل من روی میز نریزه. سلام بچه ها، به کانال من خوش اومدید. من منیر هستم و امشب میخوام براتون قصه تعریف کنم و داستان از این قراره که توی این 1 سالی که من مهاجرت کردم چندین نفر تا به حال از من این سوالا رو پرسیدن که آیا مهاجرت سخته و اینکه به برگشتن فکر میکنی، آیا دلتنگ خانوادت و دوستات میشی و اینجور سوالا. این باعث شد که من بیام تو این ویدیو راجع به مهاجرت صحبت کنم و وقتی داشتم به جواب این سوالا فکر میکردم که وقتی به خودم رجوع کردم، بعد دیدم که باید یه فلشبک بزنم به گذشته، یعنی دقیقاً از سنی که برای اولین بار مهاجرت کردم. وقتی برگشتم به گذشته دیدم که چقدر جالب، خودم هم اصلا اینجوری بهش فکر نکرده بودم. دیدم که من اولین بار توی سن 12 سالگی مهاجرت کردم. حالا چطوری؟ اینجوری بود که ما توی یک روستایی نزدیک شهرستان جیروف توی جنوب استان کرمان زندگی میکردیم و توی اون روستا تا 5م دبستان مدرسه بود. مدرسه که چه عرض کنم، یه چادر بود که یه فرش پهن کرده بودم، ما می نشستیم تو اون چادره. بعد تازه مختلط هم بودیم، دختر و پسر با هم بودیم. یک معلمم داشتیم که همه پایه‌های مثلا کلاس از اول تا 5م دبستان رو درس میداد. حالا چون تعداد مثلا کم بود دیگه، فرض کن 2 نفر بودن اول دبستان، 3 نفر بودن مثلا سوم دبستان و این معلم درس میداد به همه. خلاصه 5م دبستان من که تموم شد و حالا همه بچه‌های روستا باید یه تصمیم مهم می‌گرفتیم و در واقع به 2 دسته تقسیم می‌شدیم. یک دسته تصمیم می‌گرفتن که توی همون روستا بمونن تا 5م دبستان براشون کافیه و به خانواده‌شون کمک کنن، حالا کشاورزی و دامپروری و اینجور چیزا. یه دسته هم می‌خواستن ادامه تحصیل بدن. تو اگه می‌خواستی ادامه تحصیل بدی باید مهاجرت می‌کردی و باید مهاجرت می‌کردی به شهر. اینجوری بود که توی اون شهر یک مدرسه شبانه روزی بود، خوابگاه بود. مدرسه شبانه روزی هم اینجوریه که فکر کن شما یه محوطه خیلی بزرگ در نظر بگیرین که دور تا دورش یه دیوار هست، بعد توی این دیوار یه ساختمان خیلی بزرگه که هم کلاس‌ها هستن هم خوابگاه‌ها. از توی خوابگاه در می اومدیم میرفتیم یکم جلوتر تو همون سالن میرفتیم کلاس. خلاصه بعد از اول راهنمایی تا 3م راهنمایی تو اون خوابگاه میتونستیم باشیم و درس بخونیم. بعد دوباره 3م راهنمایی که تموم میشد دوباره ما 2 تا دسته میشدیم. یک دسته میگفتن که اوکی همین سیکل 3م راهنمایی کافیه، برمیگشتن دوباره به روستا، یا حالا بعضیا ازدواج میکردن دخترها. و تو اگر میخواستی دوباره ادامه تحصیل بدی، یعنی وارد دبیرستان بشی، باید دوباره مهاجرت میکردی. چرا؟ چون که توی اون شهر ما دیگه مدرسه شبانه روزی که واسه دبیرستان باشه وجود نداشت. 2 تا شهر بود که میتونستیم بهش مهاجرت کنیم، یکی کهنوج بود، یکی این شهر خیلی کوچیک رابور. من کهنوج رو انتخاب کردم. حالا یادم نمیاد اصلا دلیلش چی بوده که فکر کنم امتحان ورودی داشت، من اونجا قبول شدم. خلاصه شال و کلاه کردیم و من رفتم کهنوج. کهنوج هم دوباره یه مدرسه شبانه روزی مثل همون جیروف بود ولی خیلی بزرگتر. بعد دیگه تا 2م دبیرستان اونجا بودم و 2م دبیرستان از کهنوج مهاجرت کردم به یه خوابگاه شبانه روزی دیگه توی کرمان. و بودن توی این خوابگاه شبانه روزی توی کرمان نقطه عطف زندگی من بود و هنوز آمادگی اینو ندارم که راجبش صحبت کنم، ولی یه بار حتما صحبت میکنم. و دیگه از اونجا این شد 3مین مهاجرت من. بعد من اونجا کرمان موندم، دانشگاه رو کرمان خوندم، کارشناسیمو، و برای ارشد دوباره تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم. وقتی کرمان زندگی میکردم در واقع
آمال و آرزوی من این بود که یک روزی توی تهران زندگی کنم. بعد با توجه به شرایطی که من داشتم نمیشد کاری مثلا به تهران مهاجرت کنم. در نتیجه تنها راهی که داشتم تحصیل بود، چرا که از لحاظ عرف، خانواده، همه چی قابل قبول بود که تو به خاطر تحصیلت بری یه شهر خیلی بزرگ و اینا. بعد تهران اون زمان توی چشم مثلا آدمایی که توی شهرستان کوچیک زندگی میکردن، مثلا تهران یه جای خیلی خراب بود. یعنی مثلا میگفتن دختری میره اونجا، نمیدونم، خلاص. و اینکه من برای ارشد خوندم و دانشگاه تهران قبول شدم و مهاجرت کردم تهران. 8 سال توی تهران زندگی کردم، درس خوندم، کار کردم و بعد از 8 سال اومدم اینجا، یعنی اتریش. در واقع اتریش 5مین مهاجرت من محسوب میشه. و حالا اگر بخوام با توجه به این بک‌گراند، به این پیش زمینه‌ای که گفتم، بخوام راجع به این بگم که مهاجرت سخته یا نه، آره، مهاجرت خیلی سخته، واقعا سخته. من با توجه به این که از 12 سالگی از خونه خانواده یه ساک برداشتم، چند دست لباس، کتاب و از خونه زدم بیرون و تا همین الان هست که هرگز به خونه بر نگشتم. همیشه تو خوابگاه ها بودم. و خیلی جالبه که وقتی داشتم بهش فکر میکردم دیدم که همه عمر من یه چمدون داشتم، از این شهر به اون شهر، از روستا به شهر، از شهر به مرکز استان، از مرکز استان به پایتخت اون کشور و در نهایت از کشور خارج شدم. مهاجرت واقعا سخته. تو دلتنگ هر چقدرم که سابقه دوری از خانواده داشته باشی، مثل من از 12 سالگی، بازم مثل روز اوله، انگار دقیقا روز اولی که داری از خانواده و دوستات و اینا جدا میشی و دلتنگی داره، واقعا اذیت میشی. تو وقتی که میای کشور جدید مثل یک بچه‌ای هستی که تازه داره یاد میگیره چطوری راه بره، یاد میگیره چطوری با محیط اطرافش ارتباط برقرار کنه، هیچ جا رو بلد نیستی. حتی تو اگر یک آدرسی سوار اتوبوس یا قطار بشی و به اون مقصدت برسی، از خوشحالی ذوق میکنی، به خاطر اینکه تونستی اون مقصدی که میخواستی رو پیدا کنی تو اون شهر. و همه چیز از زیر صفر شروع میشه. اینا از سختیاش هست. ولی چیزی که من میخوام بگم، چون به نظر من مهاجرت مثل اثر انگشته، واقعا منحصر به فرده. یعنی تجربه هر فردی کاملا مختص خودشه. نمیتونیم بگیم اون خیلی آدم قویه، حرفه‌ای، فلان چنان. نه اینکه بگیم آدم ضعیفیه، نمیدونم وابسته است فلان. کاملا برمیگرده به فرد و اینکه تو از مهاجرت دقیقاً چی میخوای. این خیلی مهمه. مثلا من اگه بخوام راجع به خودم صحبت کنم، من همیشه سودای اینو داشتم که توی یه کشور دیگه زندگی کنم، تجربه زندگی کردن توی کشور دیگه رو داشته باشم، توی دنیای بیرون از کشور خودم کار کنم، زندگی کنم، سفر کنم. همیشه، هم الانم، رویای این که همه جهانو بگردم داشتم. اینو برای من خیلی، یعنی فراتر از دیگه اون وابستگی به خانواده، دلتنگی، حتی وابستگی به وطن داره. و کم کم از یه جایی به بعد برای من دیگه معنای وطن، معنای خاک عوض شد و این باعث شد که من مثلا راحت تر دل بکنم. و از طرف دیگه خیلی چیزا هم مثلا تو این مسیر من میشنیدم. چطوری دلت میاد مادرتو بذاری بری، چطوری دلت میاد مثلا خانوادتو ول کنی بری. و در صورتی که من دیدم که من سال هاست که از اون خانواده دل کندم، فقط دارم انگار کشور رو عوض میکنم. و یعنی قبلا هم همینجوری بود. قبلا هم وقتی من تهران زندگی میکردم سال 1 بار مثلا میرفتم شهرم. و به این سوال که به برگشتن فکر میکنی، هرگز، هرگز.
تو این 1 سالی که من مهاجرت کردم، مهاجرت به من چیزی داده که هرگز به برگشتن فکر نمی کنم که برگردم اونجا دوباره زندگی کنم. من به یکی از بزرگترین رویاهام تو زندگی یکی بود که کشورهای مختلف رو بتونم راحت ببینم بدون اینکه بهم توهین بشه، بدون اینکه توی صف منو نگه دارم، بدون اینکه پولام مجبورم کنن پولامو بشمارم، ساکمو بگردن، سفر کنم. و این الان برای من امکان پذیر شده و اون حسی که برای اولین بار بعد از مهاجرتم وارد ونیز شدم و بدون اینکه کسی پاسپورت منو چک کنه، از من بپرسه از کجا اومدی، به کجا میری، چقدر پول داری، نمیدونم، همین چیزا، اون حس رو من با هیچ چیز واقعا عوض نمیکنم. و در نهایت میخوام بهت بگم که اگر میخوای مهاجرت کنی، اول دلیل مهاجرت تو پیدا کن. واقعا ببین عمیقاً چی میخوای از مهاجرت کردن. و از طرف دیگه هم که من یه چیزی که به خودم میگفتم این که اوکی، تو این کار رو خیلی دوست داری، زندگی کردن توی کشور دیگه، آره میتونی تلاش کنی، میتونی تجربهش کنی. در نهایت اگر برات خوب نبود، اگر نتونستی، به هر دلیل دوستش نداشتی، برمیگردی. با مثلا فرض کن من اینجا زندگی میکنم، کار میکنم، در نهایت اگه بخوام برگردم هم اوکی، توی کشور دیگه زندگی کردم، چند تا کشور جدید دیدم، یه زبان اضافه تر یاد گرفتم، توی یک محیط بین المللی کار پرستاری کردم و در نهایت برمیگردم ایران با یه تجربه خیلی زیاد و همیشه هم جا برات اونجا هست. در نتیجه اگر دو دل هستی، به این فکر کن که دقیقاً از مهاجرت چی میخوای و خودتو از اینکه بین زمین و هوا معلق باشی نجات بده، چون این بدترین جاییه که یک انسان به نظر من میتونه باشه، اینکه نه بتونه اونجا بمونه، نه بتونه دل بکنه. و تو باید خودتو از این وضعیت نجات بدی. همین. اگر تا اینجا اومدی و ویدیو منو تماشا کردی و داستانمو گوش کردی، خوشحال میشم که منو سابسکرایب کنی، لایک و کامنت برام بذاری. با این کارتون از من و کانال جدیدم حمایت میکنید. ممنونم ازتون.